100 ثانیه برای آب و انرژی. وزارت نیرو امروز میزبان حضور هنرمندانی بود که فیلم‌های 100 ثانیه‌ای برای مقابله با بحران آب و اثرات مخرب زیست محیطی تولید کرده بودند. ما زمانی موفق خواهیم بود که بتوانیم مدل‌های صحیح مصرف سازگار با شرایط اقلیمی اون رو همان گونه که پدرانمون هزاران سال پیش ابداع کردن اینها رو باز تولید بکنیم و این مستلزم آغوش بازتری هست برای هنرمندان، برای نویسندگان، فیلمسازان. از مجموع 250 اثر ارسالی در 3 حوزه مستند، انیمیشن و داستان در نهایت 16 اثر برگزیده شد. بیشترین موضوعها راجع به چگونگی ذخیره کردن آب و جلوگیری از مصرف بیهوده آب این بود. نکته قابل توجهش تکنیک میکسی که استفاده کرده بودن بود و اون نگاه نوعی که راجع به مسئله کمبود آب در واقع توش استفاده کرده بودم. بخوام فیلمو در یک جمله خلاصه کنم اینه که امیدوارم روزی نیاد که آدم‌ها به خاطر آب با هم دیگه بجنگن، چون به نظرم یک روزی آب واحد پول رایج تمام کشورهای جهان میشه. این مستند در رابطه با خشکسالی و دغدغه مردم روستای بلوطبنگان استان کوهگیل بویراحمد هستش که متاسفانه قریب به تقریبا 80 خورده ساله که الان از آب شرب محروم هستند. این جشنواره به طور همزمان در کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم برگزار شد.